سلام به دوستان رپ تایم، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوب باشه. ستونای گنگ، قبل از هر چیزی که بریم ریاکشن بریم به آلبوم، یعنی این ویدیو کم دپرسه و دلم نمیخواست همچین ویدیو دپی درست کنم واسهتون تو این حال هوایی که تقریبا پاییز شروع شده دیگه. حالا به قول تتل میگفت که ته تابستون که میرسه حتی دل دریا میگیره، دقیقاً همونجوری الان توی مودی. بچه‌ها دمتون گرم، یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید. امروز قرار ریاکشن بریم از یاد میرم سپر خلصه داخل آلبوم، فکر کنم پسر مریم بود اسم آلبومش اگه اشتباه نکنم. ستونای گنگ یادتون نره کانال امینم حتما سابسکرایب کنید. اولین نسل 5 رپ فارسیه دیگه، یعنی میخواد کودتا کنه به قول آیسان. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. مستقیم میریم ادامه ای ویدیو. بچه‌ها این ترک از رو خود آلبوم نه، از روی یوتیوب خود خلصه آپلود شده. ببینیم چه خبره. از یاد میرم بیتو خدا ساجی بیت اینو بزنم وای آجی، فکر کنم این کارهای واقعا بالغ سپی باشه. مامان بزرگم شب خوابم اسمان بزرگشه. نه من سر خاکم. مامان بزرگم شب خوابم. بعد نکته کاورم که داریم میبینیم دیگه، زیاد روی این چیزا فوکوس نمی‌کنم. بیت باحالی داره، بیت یه جوری آرامش بخشی داره، واقعا خیلی فاز باحالی میده. از این سمت اگه بخوام نکته مثبتی بگم خیلی واقعا باحاله. تو پلیلیستم دیگه ادعا نمی‌کنم اولین بار دارم گوش میدم، تو پلیلیستم گوش دادم خیلی هزار بار. مامان بزرگم شب خوابم گفت چرا نیومدی سر خاکم. وای خیلی خوبه. فعلا ما رو قربت طلبیده من که ما رو قربت طلبیده. سپی وایس داده بود، یادتونه دقیقاً کی بود وایسش میگفت که دوست دارم بیام یه بار دیگه رو من نمیتونم. هنو دم در ساکن یاد ستار خان سر دریا نو میگرفتم من دامارکی. حاجی اینو گوش میدم یاد مامان بزرگ با بزرگی خودم میافتم و دقیقاً داخل یه سال دوتاشون فوت شدن. خیلی واقعا موزیک باحال دپرسیه به نظر من. اول دپرس که وسطش امیدوار کننده میشه، مثل موزیکای شایعه است. برات دنیا شیرین بود ما هنوز خوش میگفتی درست کنم ناهار چی برات چقدر مظلوم بودی مغز جلو تو ها که وای خیلی خوب حاجی، موزیکش اصلا یه وایب خدایی به آدم میده. میدم یه بار دیگه دست بالا تو مزهش کنم عوض شدم بچه مظلوم تو ساختن ازش یه بوتو. بچه مظلوم ساختن ازش بوتو. بهم گفتی خاک سرده هر کی جلو چشت نباشه یاد رفته. واقعا هر کی جلو چشت نباشه باشه حرف بزنی دیگه انگار یادت رفته. الان کل شهر با هم قهره این گلا فقط واسه غم و پاد زهره. وقتی نیستم میخوام چی ازم باشه. حاجی خیلی خوبه. وقتی میرم میخواد چی ازم باشه. میری خوبی یا تو بیش از اندازه گنده میکنه خط. یعنی خواستم یه ویرایی تو این فصل خب یه وایبی بهتون بدم. میدونم با اینکه این ویدیو کم بازدید میخوره ولی به خاطر کسایی دادم که ویدیو رو هر روز نگاه میکنم، فقط به خاطر اونا دادم، با اینکه میدونم اصلا بازدیدم اونقدر نمیخوره مطمئنم. متمت تو میگم بدیاتو شاید میترسم بازش کنن. من دارم اعمال نیک و قطره چکونی بدیامو خوبه حاجی، موزیکش فیت با سیجل هم هست فکر کنم. آره دریا نمیشست وقتی خون جلو فواره میشد ساکت موندم و گذاشتم تنها رفیقو بگو دیشب من خواب دیدم. کورس خدا آرامش بخش، وایب مثبت کورس. میرم از یاد میرم هر چقدر زاویدم جدش داریکتر. حالا دیگه اینگه دفعه چجوری میگه وایبش مثبت، ولی وایب مثبتی ازش میگیرم. خیلی خوب. منظره ها دیدم برا من جا نیست نه این بابا باد میرم. خیلی خوب آجی کورسش رو فقط کی خونده؟ من اینو بیزای کلوزش کنم. کنیس مرای خوابیدم دیشب من خواب دیدم. چی میخوانیم مگس واقعا؟ زمستونم رو ول نمیکنم. مشکل داری میرم از یاد میرم هر چقدر حاجی زمستون چی بود گفتم؟ پاییزه بابا. زاویدم شدش ولی هستن همیشه تو ویدیو. داریکتر منظره ها دیدم برا من جا نیست نه. حاجی چه موزیک احساسی باحالیه واقعا. این بار با باد میرم برای خوابیدن. از دور دیدم سر قبرم همه
به نظر من تنها آرتیستی که خیلی خفنه و خفن بودن خودش رو ثابت کرده و هنوز به اون جایگاهی که باید برسه نرسیده، میتونه خود سپر خلصی که اوکی سیجل باشه، واقعا به اون جایگاهی که میخواد هنوز نرسیده. تو شهرت داره ولی اونقدر نتونسته اون جایگاهش برسه. یه دونه مثلا فکر کنم ناجیه نتونسته هنوز برسه، مسلک، سیجل. امیدوارم اینا رو درک کنیم زودتر. خیلی شعرانشون خوبه. هستن اونایی که ته قلبن، با اینکه تن سرتر شده میخوام گرم باشه سر و همه عدم همه دلغکشن. حاجی واقعا تیکه سیجل خیلی خوبه. البته تیکه سپرم عالی بود. سپرم خیلی خوب خوند. مامان بزرگ رفع یادم، چون که خندشونه دلم تنگ میشه واسه که این زندگی از غم لبریز کاسش. مرگ چیه واقعا دیگه تشخیصش واسم سخته. جهنم آخر خیلی خوبه. یه مرگ چیه اصلا؟ یه حال کثافتی دارم الان من که مثلا بمیرم تشخیص این حال مرگی با این حالی که دارم یکی. یعنی حال من الان تو حالت مرگه یه جورایی تقریبا. تشخیص آدم مامان گریه نکن زار زار، این بار خاک شده ازم باردارون دهن سرویس. تو خاکم ریخت. برداره مثل این که بام کار دیگه رفتم کس خار کارما. رفتم کس خار کارما، یعنی میگه آقا من رفتم دیگه، حالا کارمایی بود باید میخوردیم نخوردیم. برا بابا مگه نوتی هست بده تا بخونم واسش وقتی بودی دستش جارو گرم بودی دستش میگه واسه بابا مگه نوتی هست بده تو ودکا دستش داره میخوره مسته شعر بال واسش بنویسم کنیم برا چون تویی بعدش که دور هم میخوایم جمع بشیم بازم مثل بچگی ها. من اون خیلی خوب موقع که نزده بودم لب به سیگارم چرا واسه تنم اینو دارم. آجی این موزیکو حتما گوش کنید در روی یوتیوب خود سپر، واقعا خیلی خوبه. این تیکش خیلی باحاله. میگه بعد مثل قدیما جمع شیم دورم. قدیما خب خیلی یه حالت صمیمی داخل خانواده ها بود که جمع میشدن همه دورم. مثلا میگه مثل قدیما که حتی لب نزده بودن به سیگارم جمع شیم تو خانواده. خیلی باحال میگه. خیلی تیکش خوبه. دارن جعبه میارم منو بسوزون بره این شاهنامم دیگه. میگه جعبه میارن که بذارن تو رو بسوزون بره. ترس چی دارم رو این زمین هر کاری کنم هر سری پارم بگو روی قبرم کسی گل مول نذاره. این وای چقدر غمگین شد آجی تیکه سیجل. دفعه دیگه لایت سفر میرم با اینکه اونور گمرک نداره. حاجی نفسم گرفت اینقدر این موزیک خوب بود. از یاد میرم خلصه واقعا یکی از بهترین ترک های واقعا میتونم بگم این ماه بوده. البته بچه اینم بهتون میگم یه بخشی رو اضافه کردیم. هر هفته یه دونه موزیک برتر از موزیک های قبلی آرتیستا رو ریاکشن میریم. راجی کورس که خداست هیچ حرفی نمیشه در مورد کورس زد. وای چه تون شد ریتم فلوی کره. یه جامپ زد دقیقا کورس قبلیش. وای دهن سرویس کنیز چقدر خوبه خدایی. شب من خواب دیدم میرم از یاد میرم. یعنی تک تک مویرگای مویرگای سر این آهنگو حس میکنه واقعا. چقدر تابیدم شدش تاریک‌تر منظره ها دیدم برا من جا نیست نه این بار با باد میرم. خیلی خوب میگه این بار فقط با باد میرم برای خوابیدم. ما موزیک من شب بخوابم. خدا تکس خدا. آخر فکر کنم این قضیه تلفنی که زنگ خورد قضیهش این بود که چیز شده دیگه، مثلا همش خواب بوده بیدار شدن دیدن همه چی اوکی. اینجوری بوده فکر کنم. البته دوستان بازم شرمنده یه سری سرفای موقع ضبط میاد واقعا دست خود من نیست، چون من اگه بخوام تک تک اینا رو کات بزنم مثلا ویدیو بد میشه. واقعا دست خودم نیست موقعی که بتونه اوکی بشه. آقا موزیک واقعا باحال بود، وایبش خوب بود. دارم تو اسم موزیکم میگم خواستید دانلود کنید. از یاد میرم خلصه داخل آلبوم پسر مریمش هم بود که چند وقت پیش اومد بیرون. واقعا موزیک تکس قوی، همه چی قوی، بمب در حد درجه 1. فقط یادتون نره چنل یوتیوب سابسکرایب کنید دیگه. 2 تا ویدیو همین آخر براتون میذارم، هر کدومش رو که عشقتون کشید میتونید ببینید. خیلی دوستتون دارم ستونا. فقط یادتون نره چنل رو ساب کنید. دوستتون دارم دوباره با امید دیدار.